از خانه بسم الله خان شروع تا خانه دوستم که اینجا خانه ها در حال تخریب شدن است و سرک 2 متره قرار است به سرک 8 متره تبدیل شود. 50-60 خانه اینجا تخریب به تخریب هستند. به هر ساختمان 10 تا 15 تا 20 نفر سر کار است فعلا. رابندی زیاد بود اینجا، اصلا خیلی سرک خورده است، موتر اصلا جای نمیشه که برد، خیلی خورده. رابندی زیاد بود دیگه، تصادف میشد، خیلی زیاد بود این سرک. بالای تعمیر که چقدر مصرف کرده بودین به خاطر ساخت سازش؟ 4-5 لک دلار هم زیادتر مصرف شده بود. اینمی منزل در حال تخریب شدن است و جایی که ما مستعد هستیم مکمل فکر میکنیم که زلزله باشه. سلام هموطنان گلم، امید دارم که جور صحتمند باشین. بازم من مهربان هدایتی در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، قسمی که می‌بینید من به ساحل شیرپور ولایت کابل هستم، جایی که اینجا بعضی از خانه‌های غیر قانونی ساخته شده بود. از خانه بسم الله خان شروع تا خانه دوستم که اینجا خانه‌ها در حال تخریب شدن است و سرک 2 متره قرار است به سرک 8 متره تبدیل شود. ما امروز صحبت میکنیم امروز کسایی که اینجا کار میکنن، امروز کسایی که خانه هایشان تخریب شده و دیدگاه مردم هم می داشته باشیم. پس تا آخرین لحظات بیننده باشین و لطفا ببرید. بازم خوش آمدید بیننده‌های عزیز. فعلا هم که من باز هم امروز یکی از کارمنده اینجا که کار میکنه هستم، بیننده باشید. سلام کاکا جان، خوب هستید؟ سلامت باشید. خسته نباشید. بخیر باشید. نامتون کاکا جان؟ محمد یوسف هست. محمد یوسف محمد یوسف. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنید؟ یا تقریبا در 15 روز میشه که ما شروع کردیم. در مدت 15 روز. چقدر وقت میشه که این تخریبات خانه در اینجا شروع شدن؟ اینا یک 20 روز شده که خبر داده بخش ما مردم، ما یک 15 روز شده که ادامه دادن کار خود، تخریب کاری خود. بسیار خوب. خودتون در مدت 15 روز میشه که اینجا کار میکنید. چقدر خوشحال هستین از اینکه سرک کلان میشه، مشکلات مردم رفع میشه؟ خوشحال هستیم که به خاطر که سرک کلان میشه، نقشه است، نقشه شاروالی است، به خاطر از او خوشحال هستیم که سرک کلان شود و فایده کلی مردم ملت. مردم چطور از رضایت دارن؟ خوشحال هستن از این کار؟ رضایت داره، خوشحال هستن به خاطر که سر عام است، میگه سر ما هم است. و کلی مردم که نقشه که آمده کسی سرکشی کرده نمیتونه، دیگه کار خود ادامه داره. چقدر جوانان ما خوشحال هستن به اینکه برشان زمینه کار فراهم شد که حداقل بتونن یک لقمه روزی حلال از این طریق پیدا کنن. بله سر. کلی مردم سر کار شده، تعدادی که 50-60 خانه اینجا تخریب به تخریب هستند. به هر ساختمان 10 تا 15 تا 20 نفر سر کار است فعلا، کاراشان ادامه داره کار کنند. بسیار خوب. سابق خودتان چی کار میکردین؟ از من کارهای ساخت سازی است تقریبا. یعنی دیگه شما بسیار زیاد خوشحال هستین که هم سرک کلان میشه، هم زمینه کار براتون فراهم شد. همین ساختمان 7 منزل ما خود ما به 7 ماه تحویل داده بودیم با صاحب کار. بسیار خوب. خود ما ساخته بودیم. ولی پس ایرا نقشه آمده بود تخریبش میکنید دیگه، با ما بشه پس میسازیم. یعنی خانه که خودتان ساخته بودین دوباره خودتان خراب میکنید. به نظر شما کاکا جان دینمی مسیر چقدر خانه در حال تخریب شدن است؟ با از خانه بسم الله خان تا گوله پیشخانه جرا دوستان اینجا 44 خانه با تخریب است. 44 خانه یعنی در حال تخریب شدن است. خوش شدم کاکا جان، مصاحبه داشتم امروزتان. همیشه موفق باشید، خسته نباشید. زنده باشید.
دوباره خوش آمدین بیننده‌های عزیز. فعلا من در قسمت دیگه همی سرک شیرپور هستم و اینجا من را یکی از کارمندای دیگهش صحبت میکنم. سلام لالا جان، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ فامیل محترم هم خوب هستن؟ خسته نباشین. قربانت مرسی، تشکر. نامتون؟ مسیح لازمی. مسیح جان، چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ یک 4 روز میشه. در مدت 4 روز میشه. دیدگاه و نظر درباره از چی است که اینجا سرک کلان میشه، کشور ما رو به آبادی است و نظر تا میشه برای ما بگویید؟ والا خیلی خوب میشه برای مردم، ازدحام موتورا کم میشه، سرک جور میشه، پیاده روشان جور میشه، دیگه کار برای مردم فراهم میشه. دیگه خراب شد 100 کارگر دیگه است، مزدور کارگر جور میشه، نلار همه کارگرات کارش درست میشه. قبل از اینکه سرک جور نشده بود بسیار زیاد خرد بود، مردم دچار کدام نوع مشکلات بودند؟ روبندی زیاد بود دیگه، اصلا خیلی سرک خورده است، موتور اصلا جای نمیشه که برات، خیلی خورده روبندی زیاد بود دیگه، تصادف میشد، خیلی زیاد بود این سرک. بسیار خوب. در جایی که اینجا کار میکنی، یعنی وسایلی که در اینجا هستن مثل سیخ، چیزایی که در ساخت ساز یخخانه استفاده میشه، اینمی منتقل داده میشه، انتقال داده میشه به صاحب خود همی خانه، یعنی به دولت تسلیم میشه؟ نه خیلی دیگه، کسی که اجاره گرفته خرید مربوط از اون میشه دیگه، استفاده چیزش دیگه مربوط هیچ کس نمیشه. این از صاحب خانه خریداری شده، اینقدر سیخ و چیزای دیگه هست. باز اینجا خودتان هم اجاره گرفتین؟ بله. چقدر اجاره گرفتین؟ همه $800. $800 شما اجاره گرفتین. خوش شده من رایتان دوستای عزیز، فعلا ما در منزل 4 هستیم. قسمی که میبینین و اینمی منزل در حال تخریب شدن است و جایی که ما مستعد هستیم مکمل فکر میکنیم که زلزله باشه و همراه ما کسی هست که صاحب همین منزل هستند. سلام علیکم، خوب هستین؟ وقتتان بخیر. زنده باشین، سلامت باشین. یکم سر صدا هم هست، اگر نامتان بگوین؟ رحمان الله نیازی. رحمان الله جان، اینجا شما صاحب تعمیر هستین. بالای تعمیر چقدر مصرف کرده بودین به خاطر ساخت سازش؟ ساخت ساز دیگه در او وقت مصارف گزاف مصارف آمد تقریبا و $4-5 لک هم تا زیادتر مصرف شده بود. مصارف گزاف که شما انجام دادین، البته دولت هم براتون یک به خاطر که خانه‌تان تخریب میکنه کدام چیز در نظر گرفته؟ طبعا دیگه یک چیز در نظر گرفتن، خب چیزی که هست دیگه، چیزی که سرام نه. بسیار خوب. یعنی خوشبین به این هستین که سرک کلان میشه؟ طبعا دیگه رای عام است، رای عام چقدر که فراخ باشه، خوب باشه، مردم راحت باشه دیگه این چیزا میشه. مشکل در این خانه که ساخته بودین خودتان زندگی میکردین یا نه به کرایه داده بودین؟ نه، رهایشی بود. بسیار خوب. یعنی رهایشی بود. آپارتمانش مربوط خود ما بود دیگه، رهایشی بود. با صاحب خانه را مثلا پیش از پیش حکومت برشان اول داده بود که خانه تان باید تخلیه کنین یا نه؟ بله، یک استعلام داده بودن که اگر چی میکنین خانه تان تخلیه میکنین یا شما کدام پلان دیگه به خود گرفتین، این کار هم ما خود ما شروع کردیم. به این خاطر که یک همکاری همراه ایچی هم شود، دولت هم شود، به خود ما خوب است. بسیار خوب. در فعل حال در این تعمیر چند نفر کار میکنن؟ در این تعمیر تقریبا 20 نفر است. 20 نفر. خودتان هم در جمله ازیج هستی که کار کنین؟ بله، کار ما خود از ما دفتر است دیگه، در دفتر میشینیم کار میکنیم. بسیار خوب. خوش شدم که همراهتان مصاحبه داشتم. موفق باشید. خیر باشید. دوباره شما را خوش آمدید میگم دوستای عزیز. فعلا من در قسمتی هستم که اینجا یک خانه در حال تخریب شدن است و همراه یکی از کارمندایی که اینجا در حال کار کردن است صحبت میکنم. سلام، وقتتان بخیر. وقت شما بخیر. خوب هستین؟ خیر، سلامت باشید. نامتان؟ عبدالرازق. رازق، چقدر وقت میشه که اینجا تو کار میکنی؟ 9 روز. در مدت 9 روز که اینجا کار میکنی، اینجا قبلا خانه بود؟ بله، چی بود؟ سلمانی بود. سلمانی بود. باز در مدت 9 روزی که اینجا کار کردی پولت اجاره برات میپردازن یا ماهانه؟ نه، ما ایرم تو کل زنده اجاره گرفتیم. اجاره که گرفتین باز در اجاره تان چقدر براتون پرداخت میشه؟ در اجاره ما $8,500. $8,500 پرداخت میشه.
نظر درباره از این چی است که هم اینجا سرک کلان میشه بزرگ میشه و هم زمینی کار به جوانان فراهم شده؟ این گپ و صحیح است مگم همین قدر خوب میشه و مردم که سرک کلان میشه ازدحام کم میشه مریض زودتر داشته بله. خانه میرسه دیگه خیلی به مردم سهولت اگه 100 خانه خراب شه 1000 خانه آباد میشه. بسیار خوب. تا جایی که میبینیم این سرک شیرپور بسیار زیاد خرد است. به نظرم سرک 2 متره را به 8 متره تبدیل میکنند. بله. رضایت مردم چگونه میبینی؟ آیا راضی هستن، خوشحال هستن؟ بله همه خوشحال هستم. در 3-4 پروژه سرک نقشه سرک خودم کار کردیم همشون راضی بود. قبلا اینجا گفتین سلمانی بود. بله. تا اینجا که تخریب کردین میبینم تا اینجا سرک جور میشه. اینا برش میکنم از جدا میکنم که زمانی که اسکواتر به ایش تخریب کنه وش خراب نشه صدمه نبینه. بسیار خوب. قبلا شما مصروف چی کار بودین؟ دکان سیخ فروشی دارم خودم در سرک سه تایمنی. کسب و کارم همین تخریب کاری است. بسیار خوب. خب خوش شدم امروزتان صحبت کردم. وقتتان خوش. بیننده های عزیز فعلا من همراه یکی از هموطنان دیگه ما هستم صحبت میکنم. امروز سلام علیکم، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر سلامت باشین، زنده باشین. خودتان خوب هستین؟ به فضل خداست. خودتان خوب هستین؟ زنده باشین. نامتان؟ مسلم. کاکا مسلم دیگه براتون بگویم اینجا شما باشنده اینجا هستین؟ بله ما اینجا مقیم. زندگی میکنین؟ چه بله. کار هستین اینجا؟ وظیفه دارین؟ بله وظیفه داریم اینجا دایره تعمیر هستیم. فامیلی ما هست، ما هستم. بسیار زیاد خوب. نظر درباره همین تخریبات سرک چی است؟ نظر خویی به خاطر سرک برای مردم خوب است او خانوالا زیاد خفه هستند دیگه. خانه‌ای که تخریب شده آیا به صاحب خانه کدام چیز داده شده؟ مثلا کدام هزینه در نظر گرفته شده؟ نه فعلا خوی چیز نداده شده. چه نایده گفتن که با استبلاک برین میترانه شده خود تابال چیز نشده. مردم کلگیش خب چپا کرده تابال چیز ندادن. بسیار خوب. یعنی هیچ چیز فعلا در نظر گرفته نشده. نه. قبل از اینکه خانه را تخریب کنن آیا حکومت قبل از پیش از تخریب کردن این خانه ها به صاحب خانه اول داده بود که مثلا وسایلتان را جمع کنین خانه را تخریب میشه؟ بله یک ماه پیشتر ما اول داده بودن. یک سال پیشتر اول داده بودن که این خانه میره تخریب میشه چیشه بگیرین. باز این دفعه این سال جدی گرفتن کلگیر خبر کردن. باز یک دو دفعه یک هفته 2 هفته میشه که اسکواتر آمدن این دیوالا را زدن مگه چپا کنین. اگه چپا نمیکنین ما هر چیزی چپا میکنیم. اینالی و صاحب خانه مجبور شدن شروع کردن کلگیر کار چپ. هر خانه والا مجبور شده شروع کرده که چپا کنه. خوش شدم کاکا جان امروزتان مصاحبه داشتم. سلامت باشین. سلامت. تشکر است. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی ما. امید دارم که از برنامه امروزی ما خوشتان آمده باشه. شما را میسپارم به الله متعال. برنامه های بعدی مرا فراموش نکنید. الله یار و مددگار همه ایتان.